سلام، من نیوفا هستم. در بخش آخر صحبت کردن در مورد کلاود کامپیوتینگ میخوایم وارد یک سری مباحث جدیدی بشیم. درسته که EC2 فوق‌العاده انعطاف پذیر، قابل اعتماد و مقیاس پذیره. البته ممکنه شما به خاطر نوع کارکردتون یا استفاده از AWS بخوایم با گزینه‌های دیگه هم کار کنید. EC2 احتیاج داره که شما به مرور زمان تمام اینستنس های خودتون رو راه اندازی و مدیریت کنید. وقتی که از EC2 استفاده می کنید، مسئولیت بروز رسانی اینستنس ها به عهده شما خواهد بود. همچنین تنظیم مقیاس پذیری این اینستنس ها، اعتماد از این که اونها توی پیکربندی یا معماری درستی دارن استفاده میشن. آیا اونها در محیط مناسبی دارن میزبانی میشن؟ همه اینا چالش هایی که شما برای راه اندازی اینستنس ها در EC2 دارید. البته این میزان مدیریت هنوز کمتر از اونیه که شما اگه بخواین آن پرمیسز دیتا سنتر داشته باشین، اما هنوز شما باید با فرآیندهای مدیریتی EC2 آشنا باشید. حالا ممکن از خودتون بپرسین که AWS چه سرویس های دیگه‌ای برای محاسبات ارائه میده که از نظر محیط مدیریت راحت تر باشن. در اینجا ما به یک مفهومی میرسیم به نام سرورلس. سرورلس یعنی بدون سرور و یکی از گزینه‌های کلاود کامپیوتینگ به حساب میان. سرورلس به این معناست که شما به زیرساخت یا اینستنس های زیربنایی که برنامه شما رو میزبانی کنن احتیاج ندارید و اونها رو نمیبینید. در عوض تمام مدیریت اینفراستراکچر مثل تأمین منابع یا ریسورسز ها، مقیاس پذیری، دسترسی بالا و نگهداری به صورت خودکار برای شما انجام میشه. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که رو برنامه‌تون تمرکز کنید و بذارید که AWS بقیه موارد رو مدیریت کنه. یکی از گزینه‌های سرورلس کامپیوتینگ ها AWS لامدا هست. لامدا سرویسی هست که به شما اجازه میده کد خودتون رو در پدیده‌ای به نام لامدا فانکشن یا تابع لامدا آپلود کنید. یک محرک یا تریگر تنظیم می‌کنید و از اون لحظه به بعد سرویس منتظر اون تریگر میمونه. وقتی که تریگر شناسایی بشه، کد شما به صورت خودکار در یک محیط مدیریت شده اجرا میشه. این محیط کاملا مقیاس پذیره و دارای دسترسی بالایی هم هست و تمام نگهداری‌های لازم هم در AWS انجام میشه. برای همین لازم نیست نگران چیزی باشید. اگر شما فقط یک محرک یا تریگر داشته باشید یا هزاران تریگر، لامدا به صورت خودکار تابع شما را بر اساس تقاضا مقیاس بندی میکنه. لامدا برای اجرای کدهایی طراحی شده که کمتر از 15 دقیقه طول میکشند. بنابراین برای پردازش‌های طولانی مدت مثل یادگیری‌های عمیق یا دیپ لرنینگ نیست، بلکه بیشتر برای پردازش‌های سریع مثل بک‌اند وب یا مدیریت درخواست‌ها یا پردازش گزینه‌های هزینه‌های سازمانی مناسبه. هر چیزی که اجرای تابع کمتر از 15 دقیقه طول بکشه. اگه بخوایم در یک مثال توضیحش بدیم، فرض کنید شما یک آنلاین شاپ دارید و این رو قرار دادین که آدما بتونن توش تصویری رو آپلود کنن، تغییر بدن و بعد دانلودش کنن. شما آپلود کردن تصویر رو یک تریگر میذارید. وقتی که لامدا رو نداشته باشید و یوزر شما بخواد تصویر آپلود کنه، اون سرورتون همیشه باید روشن باشه و منتظر آپلود اون تصویر یا فایل باشه. ولی وقتی لامدا رو دارید دیگه نیازی به سرور دائمی ندارید. وقتی تصویر آپلود میشه، تریگر فعال شده. لامدا فانکشن اجرا میشه، تصویر تغییر میکنه و در نهایت برای دانلود آماده میشه. حالا میخوایم وارد یه مبحث جالبی بشیم که پایه‌های کلاود نیتیو هستن. من خیلی بهتون پیشنهاد میکنم در مورد کلاود نیتیو بعداً خودتون مطالعه کنید، چون احتمالاً کلاود نیتیو ها نسل بعدی کلاود ها خواهند بود. فکر کنید که شما نمیخواید از سرورلس ها اونقدر عمیق استفاده کنید. هنوز احتیاج به دسترسی به اینفراستراکچر دارید ولی بازم نمیخواید خیلی درگیرش باشید. در این موارد شما باید وارد یک
سرویس های دیگه‌ای بشید که اولین بخشش یا اولین عبارتی که در موردش میخوایم یاد بگیریم کانتینر هست. کانتینر به زبان فارسی به معنی ظرف هست. حالا شما یک بسته یک جعبه رو در نظر بگیرید که کد برنامه و تمام تنظیمات مورد نیازش، اتچمنتاشو میذارید توش. این بسته رو در فضای AWS میبرید روی EC2 اجرا میکنید. یعنی از EC2 به عنوان ویرچوال ماشین استفاده میکنید. کلمه بعدی داکر هست. داکر یه پلتفرم پرکاربرده که برای ویرچوالیزیشن در سطح سیستم عامل استفاده میشه. به کاربر این اجازه رو میده که کدها و برنامه‌ها رو در قالب کانتینر بسته‌بندی و اجرا کنن. این کانتینرها میتونن به صورت ایزوله از همدیگه اجرا بشن و تمام وابستگی‌های مورد نیاز برای اجرای برنامه رو در داخل خودشون دارن. در واقع داکر یک ابزار برای بسته‌بندی، ارسال و اجرای برنامه‌ها تو هر محیطی هست. حالا شما فکر کنید توی اپلیکیشنتون کانتینرهای زیادی دارید که احتیاج دارید مدیریتش کنید. برای مدیریت کانتینرها سرویسی وجود داره به نام کوبرنتیز. کوبرنتیز یک پلتفرم اوپن سورس یا متن بازه که برای مدیریت کانتینرها استفاده میشه. به این نوع مدیریت میگن ارکستریشن. دقیقاً مثل فضای یک ارکستر. رهبر ارکستر باعث میشه که سازها و نوازنده ها روی ریتم ثابت و درستی کار خودشون رو انجام بدن. کوبرنتیز دقیقاً اون رهبر ارکستره. این سیستم به شما کمک میکنه تا برنامه‌هایی رو که توی کانتینرها قرار دادید به صورت اتوماتیک اجرا، مدیریت، مقیاس پذیر و بازیابی بشن. شاید براتون سوال پیش بیاد که فرق داکر با کوبرنتیز چیه؟ به این عکس نگاه کنید. در سمت چپ شما یه ویرچوالیزیشن دیپلویمنت میبینید. یعنی همون چیزی که توی EC2 اتفاق میفته. بین هاردور یا سخت افزار یه اپریشن سیستم میاد، یه هایپروایزر میاد تولید ماشین مجازی میکنه و اپلیکیشن ها روی ویرچوال ماشین اجرا میشن. در قسمت دوم کانتینر دیپلویمنت ها میبینید که اون هاردور و اپریشن سیستم به وسیله داکر بسته‌بندی یا کانتینر میشن. ولی تو فضای کوبرنتیز دارید میبینید که کانتینرها و اون ویرچوال ماشین ها مدیریت میشن، ارکستریت میشن. یعنی در حقیقت فضای کوبرنتیز داکر رو در بر میگیره و اینها با هم کار میکنن. پس به صورت خلاصه داکر به ما این امکانو میده که چگونه برنامه‌های خودمون رو بسازیم، در حالی که کوبرنتیز به ما این امکانو میده که چگونه برنامه‌های خودمون رو اجرا کنیم. البته این دوتا کانسپت اغلب با هم استفاده میشن، چرا که کوبرنتیز میتونه کانتینرهایی که داکر ساخته مدیریت کنه. حالا اگر همینا رو بخوایم ببریم در فضای AWS به 2 سرویس میرسیم. Amazon Elastic Container Service یا ECS و Amazon Elastic Kubernetes Services یا EKS. ECS و EKS هر دو روی EC2 میتونن اجرا بشن. اما اگر نمیخواید که مستقیما EC2 رو مدیریت کنید، نمیخواید وارد چالش مدیریت اینفراستراکچر بشید، اون وقت چی کار میکنید؟ در این موقع یک سرویسی وسط میاد به نام AWS Fargate. AWS Fargate یک پلتفرم سرورلس هست که برای ECS و EKS در نظر گرفته شده. بخوایم سادهش کنیم اینه که اگر شما میخواید اون کانتینری که اجرا کردید رو بدون نیاز به مدیریت EC2 داشته باشید، از فارگیت استفاده میکنید. خب چقدر اسم و سرویس توی ویدیو آخر کامپیوتینگ سرویس یاد گرفتیم. ولی نگران نباشید، ممکنه تمام این مفاهیم در اولش خیلی بزرگ یا ناآشنا به نظر برسن، ولی ما در ادامه ویدیو تو مباحث بعدی اینقدر ازشون اسم میبریم و شما اینقدر ازشون کاربرد میبینید که کاملا تو ذهنتون جا میگیره. ما مبحث کلاود کامپیوتینگ رو تمام کردیم. بهتون تبریک میگم. یه قدم بزرگ برداشتید برای یادگیری کلاود. این پایه و اساس کلاود بود و ما از این به بعد به ساختارها، نتورکینگ، پرایسینگ و مباحث دیگه میپردازیم. خوشحالم از اینکه در کنارتون هستم و ممنون میشم که ویدیوهای بعدی رو هم ببینید. خدا نگهدار.